همین اساس رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم جوانان را به روزه گرفتن توصیه می نماید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید، حضرت عبدالله ابن عباس راوی حدیث است که آن کس که توانایی ازدواج کردن را دارد، آن کس که می تواند ازدواج بکند و همسر و خانم بگیرد، پس باید او ازدواج بکند، زیرا ازدواج بهترین حفاظت کننده چشم و شرمگاه از ارتکابشان به حرام است. اما اگر کسی توانایی ازدواج کردن را ندارد، رسول گرامی اسلام توصیه به روزه گرفتن می کند، زیرا انسان وقت روزه می گیرد غریزه جنسی انسان از بین می رود، تن به گناه و معصیت نمی دهد. هدف رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم از این تربیت جوانان این است که جوانان باید از لحاظ روحی، عقلی، جسمی و